سامیار عزیز که فکر میکرد امروز قراره در آزمون کتفور یکی از مدارس امارات شرکت کنه، الان قراره خبر پذیرشش رو بشنوه. سلام. سلام. حال شما خوب هستین؟ مرسی، خیلی ممنون. همه چی خوبه؟ به لطف شما مرسی. خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. گفتم یه تایمی وقت بذارید یه صحبت کوتاهی داشته باشیم راجع به مدارسی که براتون اقدام شده. حالا اگر نتیجه‌ای دادن میخوام براتون توضیح بدم که اگر حالا نکته‌ای هستش به من بگید که کارا رو ادامهش رو پیش ببریم. اولین مورد در رابطه با مدرسه‌ای که سیستم بریتیش داره. این مدرسه متاسفانه پذیرش ندادن به سامیار جان به همون دلیل دوتا چسبیده بودن سالهای GCSE، سالهای 10 و 11. مدرسه دوم مدرسه که پریروز آزمون کتفیش رو سامیار انجام داد. مدرسه بعدی مدرسه که اینو 6 آگوست قراره به صورت حضوری تشریف ببریم دوباره آزمونش رو بدیم و فقط میمونه مدرسه که این مدرسه به سامیار پذیرش دادن. تبریک میگم بهتون. تبریک میگم خدمتتون. بله این مدرسه به سامیار پذیرش داده. بازم تبریک میگم خدمتتون. امیدوارم که همینجوری موفق باشین توی تمام مراحل. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم. قربان شما. خدا نگهدار.